ما از بالای پول صراط میگذریم. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه هایی هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لیکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لیکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پول صراط را به آسانی میگذرد. برای پول صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیمی بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلکهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم‌هایی بودند که عملهای کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پول صراط میغلطند. لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، اونا کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند، کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب پنج وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی انشاءالله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم. السلام علیکم ادام الله برادر عزیزم. اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادند. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوبه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند، گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. اینا او او میکنند، اینها میجکند، لیکن ما دل شکسته نمیشویم، روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسد خرا داریم. شکر، هزارها شکر که ما به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعض مردم بدخواه بیقرار شده است، خدا را شکر. امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادند، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود،
نشست، نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابای پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چه خاصیت داشته باشد، چه خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوست خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخوند و میآمد در خانش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را ما پاییدم که عمل ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعدا مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادن. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم. من حسد نمیخرم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته با بزم این دشنام ها باز چند حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فیراد میکنند و دیگر مذمت ها میکنند. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسان بدگو را وقتی میابین بیار نزد ما رو پرو کنین. با حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما یک خواهش دارم که هر جا نکاحی که میکنید یا معرکه هایی که میروید درباره کیبانوگی زنها سخن گویید که امروز کلین داریم، آش را پخته نمیتواند، نان پخته نمیتواند. آیا سبب ویران شدن زندگی نمیشود؟ پیش از جواب این نزدیکی ما 4 روز در دوشنبه بدیم. 4 روز. همین 4 روز در یک روز تا 4 معرکه را ما را می بردن. 4 معرکه. تمام جوانهای دوشنبه، تمام جوانهای دنغره، تمام جوانهای غرم. داملا شما صحبت کنید ما گوش کنید. تمام آنها وقتی یکی به یکی میگه که همین بچه از کولاب است، باور کن من با افتخاری کولابی بسیار ترچد میکنم. وقتی میگه کولابی است باور کنین من قبط گوش میگیرم که نه به خاطر حاجگی، نه به خاطر همین علم کوچک، بلکه به خاطر کولابی که از کولاب است. این برادرم خیلی سوالی لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها در نکاح و در معرکه ها صحبت کنیم که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتواند. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر 1 ماه فقط متریال، فقط جیل پوستک به همون عروس میخرد. 1 ماه کامل بود نمیکند. 1 ماه کامل. حاضر باز حساب بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنند و به خانه شهر روان میکنند. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزور،
یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند، لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کاسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کاسیت گفت زن منو طلاق دادیم. میگوید فلان کاسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن میکشد. اینا تعلیم مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیم بچه های ما و شما. پس از کجا و کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر یک ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است، دخترها باید اینا یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همینا به خانه علی میبریم. گفتند میلش. چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختری پیغمبری خدا فاطمه زهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تنگ کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خراخری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش تشبهش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتند. یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیاب میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید. کدام این به زبانش قرآن میخواند؟ کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما میشود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر گیرند، دعای شوهر گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید.
در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کمی بیماری سخت شود در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند. اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطه بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطه بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی. وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان. خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش که او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس اینا یک سفسطه هستند. اینا را شما گناهگار میشین. کدامت اگر استفاده کنید، هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی. بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است. من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. با این سوال من جواب دهید. اگر نماز بریده شود، نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویی. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون عباره مختصر الاستناف افضل، و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه در شما رخ بیاد، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خوانید. اینش بهتر است که همه شک شبهه از دل شما دور می شود. و در کدام وقت قضایی خوانده می شود؟ میگویند که در مابین عصر و شام خواندن درست نیست. و نمازی که شب نیمی شب میخوانی چی نیت میکنی و این نماز کدام نماز است؟ به ما فهمونید با احترام مخلص شما. نماز قضایی را شما میتونید بین عصر شام خوانید. بین عصر شام فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن نمازهای نافله مثل شکر وضو و مثل در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که هستند، اینها را شما خوانده نمیتونید. نماز قضایی را حکمش واجب است. از این خاطر شما میتونید که بین عصر شام نماز قضاییتون ادا کنید. درباره نماز شب برادر من سوال کردند. این نماز تهجد است. خوش به حال همون جوان مرد، خوش به حال همون پیرانسالی که ساعتهای 4 شب میخیزد، طهارت میکند، میآید بالای جای نماز می نشیند.
از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد است ادا میکند و بعد او حدیث های قدسی است که خداوند فریاد میزد از کجاست همین بنده ای که از من حاجت طلب کند تا حاجتی او را برآرم. کنی همون خیل بنده. صاحب کتاب میگوید که اگر بنده ها محبتی بر خدا داشته باشند، تمثیل یک مثال میزند که بین همین عاشق و معشوق دایم جای خلوت میکوند. اگر شما مثال با خدای خود عاشق باشین، هر آینه خلوتی شب برای خودتان اختیار کنین. با عاشق خودتان، با خدای خودتان راز بگین، صحبت کنین، پیشنهاد کنین. آن پرابلم و آن مشکلاتی که دارین پیش خدا را پیشنهادش که خدای همین را برآورده کن. کنی بین خدای تو به داد تو نمیرسد. هر چیز، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، حضرت حافظ میگوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و وردی سحری بود. این حضرت حافظی که امروز نامش در دنیا مشهور است میگوید این از نماز شب و از دعای سحری به این مقصد رسید. یا بنی ایاک و کثرت النوم باللیل فإن کثرت النوم باللیل تدعو الرجل فقیرا یوم القیامة. مادر حضرت سلیمان به سلیمان نصیحت کرده بود است که فرزند من از قسم شب بسیار خواب نکن، زیرا بسیار خواب کردن تو در روز قیامت را یکی از کم بغل های مردم در روز قیامت میگرداند. وقتی اگر تو شبها به خواب بگذرانی، خوب است، بسیار بهترین است که کدام جوانی نباشد، کدام موی سفید نباشد، از قسم شب از ساعت 3 میخوانی، از 4 میخوانی، خیستن نماز خوان، نماز تهجد بخوان، انشاءالله در نزد خدا اجر خیلی زیادی میگیری. اینجا آیات ها و حدیث هاش هم زیاد است که فکر میکنم کفایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از مخلصان شما هستم و میخواهم با این سوال من جواب دهید. ما 2 جوره بودیم، روز بین ما جنجال شد، خیلی وقت گذشت. بعد از جنجال من باز پیش او رفتم و او بر من گفت رو دیگر همراه من گپ نزن، میترسم که من یکی از این دنیا قهری روم، این نمازهای خوانده من چی میشود؟ التماس بابای حاجی و این سوال من جواب دید که عیب از طرف او شده است. من نمازهای 5 وقته را با جماعت میخوانم و در پیش شما آمده امر معروف گوش میکنم. مبادا با این قهری بودنم نمازهای خوانده ام همه باطل شود. یکی از مخلصان دائمی شما هستم. انشاءالله نمازهای شما باطل نمی شود. وقتی شما از قهری بودن خود اینقدر غمگین باشید، از قهری بودن خودت اینقدر بیقرار باشی، انشاءالله در نزد خدا تا اجر میگیری. لیکن هر وقت همون جورایی که میبینی خواه با واسطه یک رفیقت است، خواه با واسطه خودت هست، سلام از وی کنده نکن. السلام علیکم تا دستش بگیر، با او سلام کن. اگر صحبت کرد میلش، صحبت نکرد آن چیزی که در دل توست در نزد خداوند خودش معلوم است. پیغمبر گفتن الصلح خیر، همه وقت صلح بهتر است، آشتی بهتر است. کاری کنین راهاش بیابین که با یکدیگر قهری نباشین، با یکدیگر ملال نباشین. اگر کدامت که اگر تکبری میکنین، سرخم نمیکنین، من پیش وی نمیرم که وی گناهگار است، این صورت در شما از ثواب آن عبادت هاتون محروم میشین. برای خاطر خدا و پیغمبر خدا بار از پیش وی گذر کن، با او یک سلام کن و با او خبر دی که میلش انسان بی غضب نمی شود، انسان بی جنجال نمی شود. کردیم با گذشته صلوات گفتگی، با یکدیگر باز همون سلام تانک بر دوام نگه بداریم، انشاءالله ثواب میگیریم. لیکن وی اگر نخواست، وی گناهگار است، تو گناهگار نیستی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خوب می شود،
امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنن، همه آیت طلب میکنن. شکر که امروز دلیل میکوبن. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی من ریش تراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه هایی که بگیم سین سال شدن به یک سین سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بی سواد هستن که میگوین که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانما در زیر نمی است. باور کن آینه جهانماش چی است؟ من گوش دارم با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانماش در کجا باشه. اینو عیب هستند. اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید یک چگونه که خندیدین این باید خنده‌آور باشه. یا گفتن باز اونا گفتن که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دم میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه. اینا را باور نکنین. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگد همین خوابگاش میآید. وقتی میآید میگد همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه. وقتی حضرت امیر جان میآید مثال خوابگاش تا میدراید. بسیار یک بی سوادی است. انا برای اینا دلیل کافتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن اینمی اسلام ما و شماست. باور کنید اینا این یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایای بی معنی را تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدم با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگه که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگر بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آب همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد. که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین، در همون داخل طعام همون چرک شما میرود.
بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیست میاریم، لکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشه کرد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخر، برای هر نفر نه، برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟ در دستی او چی است؟ دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لطه هممون دستمان میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم، طبق آوردن، طبق‌های همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد، با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کنه، خود هم آهنی که در داخل همون طبق از وای خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف او اینقدر چرکی که جمع شده است. سوال ها هم زیاد است. سلام داملای شیرین سخن، ما یکی از مخلصان شما هستیم. سوال: ترجمه حضرت یاسین و تبارک را با ما فهمونید. این برادر کسی است که یاسین و تبارک شاید نداند. این از چند آیت عبارت است. برای را ترجمه کردن خیلی ممکن که تا آخر عمر فقط ترجمه کنی. اینقدر دراز آیت است. ترجمه آیت تبارک یاسین این خیلی وقت زیاده میگیرد. اگر برای کسی باشد لازم باشد دعوت کند خانهش، انشاءالله میریم اونجا با فرجتر بعد تحلیلش میکنیم. برای اینجا در وقت کم است. نیت غسل را پیش از آبازی میگویی یا بعد از آبازی؟ نیت غسل اگر چند مجتهدای ما و شما، فقهای ما و شما پیش از غسل گفتند، در حالت همون لباس بدر کردن همون نیت غسل میخونید، لیکن این شرط نیست. دانستن و ندانستن نیت غسل این شرط نیست. اگر ندانی هم در غسل 3 فرض است: دهان شستن، بینی آب گرفتن، تمام بدن ترک کردن. همین 3 فرض به جا بیارین، نیت چه ندانینم باکی ندارد. شما تازه هستین، شما از جنابت خالی میشین. در وقت نیت کردن سنت اقتدا کردن به قرآن حمید و مجید میگویی یا که قبله از جهت کعبه؟ کدامش بهتر است؟ نیت کردن میگذارم نماز سنت، الله اکبر، بس از کفایت میکنه. برای نماز سنت شرط نیست که شما چی عدد چه برین چی حتی سنت ذکر کنید. نیت کردم نماز میخوانم، الله اکبر جایز میشه، حتی عباره مختصرم هست. لیکن اگر دلتون قرار نگرفت قرآن حمید و مجید شرط نیست. همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، روی آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ساده خالصا لله تعالی، الله اکبر. اگر همینارم نگوی الله اکبرم بگوی، نماز تو درست میشه. ما سوداگران نماز پیشین عصر و شام را در بازار میخوانیم. هستن آدمانی که ما را میگویند که بازار خانه شیطان است، در آنجا نماز خواندن درست نیست. و در آخر از خدای خود خواهانم که علم شما را زیاد گرداند و دولت زیاده گرداند که ما به نزد شما آمده از خدای خود و رسول خود با خبر میشویم. خدا شما را نگه بدارد. در بازار هستین، در کجای نباشین نماز خوانید. اگر نماز خانه شیطان است، در اصل شیطان های زیاد در بازار هستند و اون شیطان ها هم شیطان ها را با وسواس میکنند، شما را نه. همون شیطان هایی که در درون بازار هستند حق مردم میخرند، به انصاف هستند، دروغ میگویند، انا اونا شیطان هستند. شیطان با اونا کار دارد، با شما کاری ندارد، زیرا همون خود شیطان پیروی همونا هست. یک روز دیگر یک برادر سوال دادند که آیا همین کفتر حلال است؟ کفتر هم از جمله آن چیز است که مردم ما تناول نمیکنند. البته حلال است.
میتونین شما استفاده کنین کفتر را. کفتر یگان جای وبال ندارد، یگان جای گناه ندارد، لیکن فقط ذبح شرط است. چی در قمری، چی در گنجیش، چی در کفتر، اگر با دستون گردنی وی جدا کنین وی حرام است، او را خوردن نمیتونین. با دست یعنی گردنی او را کندن به غیر کارچه این حرام است. فقط میتونین که کفتر است، قمری است، گنجشک است، فقط به واسطه تیزی، یا تیزی سنگ باشد یا تیزی کارد باشد، خواه زن باشد خواه مرد باشد، در ذبح فرقی ندارد، ذبح کرده استفاده کنین، جایز است، درست است. و الا به دست خود اگر گردنی را کندین یقین دانین که وای دیگر چی است؟ حرام است، وای خوردن نمیتونین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان دائمی شما می باشیم. می خواهیم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در مسجد محله ما جوانان زیاد ذکر خدا را به جا می آورند و در مسجد گپ دنیایی را بسیار می گویند. می دانند که در مسجد گپ دنیا گناه است، اهمیت نمی دهند. التماس با پررگی جواب دهید با احترام. یک گروه جوانان مسجد. برادر عزیز، در تمام دنیا در مسجد گپ دنیا می رود، در تمام دنیا، چی در مسجد شما، چی در مسجد ما، چی در مسجدهایی که در همین شهر دوشنبه ما و شما، در کجایی که نباشد مسجدها خالی از گپ دنیا نیستند. زیرا پیغمبر خدا گفتند زمانی می شود که مسجدها تا جایی که ذکر خدا گفته شود به گپ دنیا مبدل می گردد. این معجزه پیغمبر خدا بود، این کرامات، این معجزه از جانب پیغمبر خدا بود که اون چیکار کرد. امروز تأثیر او را ما و شما دیده ایستاده ایم. لیکن یقین دانیم که کسی که در مسجد داخل شد آداب مسجد رعایت نکرد، یعنی با پای راست باید درآید، خداوند ما طلبگار فضل تو هستیم گفته می درآید و می نشیند، تحیه مسجد می خواند وقتی تحیه مسجد باشد و با ذکر خدا مشغول می شود. اگر گپ دنیا گفت، این حدیث پیغمبر است که 40 ساله اعمال نیکش همش حبطه می گردد. 40 ساله شما یک روزه عمل خیر دارین یا ندارین اینش خدا می داند. وقتی اینقدر زحمت میکشین، اینقدر مهنت میکنین، باز گپ دنیا در داخل مسجد که گفته شد، یقین دانین که مکافاتش انا همین است که عملهای خیر شما همه بیکاره شد. حتی حضرت عمر دوره های خلافتش میگد وقتی که از پس مسجد 2 مهمان از طائف بودند، وقتی صحبت داشتن با گپ دنیا، حضرت میگد فریادشان زد نزد من بیایید. گفتن شما از کجا هستین؟ گفت ما از شهر طائف هستیم. گفتن قسم به خدا اگر شما مهمان هستین و احترام دارین و الا مهمان نمیشدین، چنان آواز شما را میبرآوردم که تمام مدینه میشنید. شما حق ندارین که در مسجد گپ زنید. امروز گپ زدن در مسجد عیب همون اساسش عیب همون پیشوایی هست که در همون مسجد امام خطیبی دارد. وقتی داخل مسجد شد، امام خطیب یک ساعت معین کند که مردم فقط با گپ خدا و با گپ پیغمبرش آموخت کند، صحبت‌های مثال کتابی رود. انشاءالله این صحبت‌های دنیای از بین گم می‌شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. اکای حاجی مرزا، یک سؤال دارم. من نماز میخوانم، پدرم نمیماند، مرا چیکار کنم؟ یعنی البته وای به حال همون پدری که فرزند خود برای نماز خواندن اجازت نمیدهد. تمام مردم مسلمان تمنا دارد که فرزند او نمازخوان شود، تا جایی که پدر خود اصلاح شده باشد. خود باید که در نماز باشد و باید خود پدر مسئول است که فرزندها را نماز خوان کند. امروز این مصیبت بین که پدر نماز نمیخواند، بازم این با فرزند نمیگذارد که نماز خواند. سوره مدثر اگر آیت‌های آخرش شما تلاوت کنین، خداوند میگفته است کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر.
بنده های نمازخوان وقتی که وارد جنت می شده از خدا می گوید. من مختصرا یک خلاصه شیره این آیت به شما می گویم. وقتی بنده های نمازخوان، بنده های جمعه خوان، بنده های خدا ترس وقتی که وارد جنت می شوند، یتساءلون عن المجرمین، از این پدر بی نماز می پرسید از همون بچه نمازخوان، ما سلککم فی سقر، پدر چرا تو وارد دوزخ شدی؟ گناهکارها را می پرسیدند، جنتی ها با یکدیگر ملاقات می کردند، چرا تو وارد دوزخ شدی؟ آنها چی می گفتند؟ قالوا لم نکو من المصلین، ای وای به حال ما که ما از جمله بندگانی بودیم که در دنیا نماز نمی خواندیم. لم نکو من المصلین، ما از همون طایفه بودیم که در دنیا نامان مسلمان بود، بچه ما نماز میخواند، مادر ما نماز میخواند، لکن خودمان خدا زده بود و از این نماز دور بودیم. فکر میکردیم که بی نماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بی نمازی ما را وارد دوزخ کرده است، دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بی نماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، این حدیث پیغمبری خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهدی من، پیمانی من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر، عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک الصلاة در کتاب مکاشفة القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. حضرت حافظ شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، گو خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند. وای به حال همون پدری که این گونه فرزند باز می‌دارد. من برای شما توصیه میتونم همه فرزندان لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این حدیث پیغمبرتون است. پدر و مادر را گوش نکنین در حالتی که شما را به گناه اگر دعوت کنن. وقتی شما را از کاری ثواب میخوان که باز دارن، شما اونها را اطاعت نکنین. گفته است پیغمبر شما نه عاق میشین نه گناهگار میشین، بلکه ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. آیا پادشاه را دشنام دادن گناه است؟ البته آدم ابله پادشاه را دشنام میدهد. پادشاه را دشنام دادن این غیرت ما و شما را نشان نمیدهد. اگر عقیده مرا فهمیدنی باشین، اگر فهم مرا در همین مسئله فهمیدنی باشین، من به شما توصیه میدم که مثل پیغمبرتون رفتار کنین که در حق دحیه کلبی دعا میکرد.
شما دعا کنید که خدای مهربان پادشاهی ما را عدلش زیاد بگرداند. خداوند این پادشاهی ما را تمام عملهای خیرش چیکار کنه؟ برآورده بگرداند. بالای رعیتش خداوند نگاهش بدارد. این است وظیفه هر کدام ما و شما. پادشاه را دشنام دادن این گناه است، البته گناه است. چی جای ثواب دارد؟ علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگو، بلکه پادشاه ما و شما گفت. آبادانیایی که از دست پادشاه ما و شماست، همه ایرا شما میبینین. جای ایرا بیان کردن نیست، چه از کشادن مکتبها، چه از کشانیدن بیمارخانه ها، چه از دیگر عمارت هایی که الحال در اطراف ما و شما رفته ایستاده است. باید که با قدر نیکی البته این پادشاهی که امروز بالای ما و شماست، همه ما و شما برسیم. در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع بشود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبر هم انکار میکنن و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنید، اینها را گوش ندهید. شما هم امام خطیب ها را گوش کنید. همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، اونها را گوش اندازید. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهید. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند: اقرأوا علی موتاکم یاسین. اینا پیغمبر خدا گفتند شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدن خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند. میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنن. گاه دستها را تا راستی کتفا میبردارن، گاه آمینی بلند میگویند. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است میگوید 4 چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیثی پیغمبری خداست: التعوذ و التسمیه و التأمین و التحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لك الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است. برای کسی لازم است مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرقخریب من می شود، با بلند گفتن آمین زنا من می شود، بی حیایی قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیدهش بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار. همه این مسئله بعد حل خودش می‌یابد. هر مسئله که ابو حنیفه اخذ کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است. حتی همین آمینی پس ده حضرت دلیل دیگرش ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، صدق الله العظیم. آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، امون اقرأوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبر شونده.
اینا هم احمد روایت کردن، هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنان هم روایت این حدیث کردگن و حدیث حسن است اگر اهل حدیث فهم باشه. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخوریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه گفت است پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجتخانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست. با احترام مخلصی شما، البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبری خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می درآیین با پای راست درآیین، وقتی حاجت خانه می درآیین با پای چپ درآیین، وقتی بازار می درآیین با پای چپ درآیین و در بازار بسیار نایستین بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین و انگشت های دست البته صداش مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین. اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین، اینم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخواندیم. یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال من جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست. شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته 4 امام که مذهبش صحبت میکند صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتند. خود ابو حنیفه میکردن. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است. انجام دهین، این گناه نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من 2 سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستید، ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم با شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن
صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر به عذر باشد ما و شما را گناهگار می سازد. ما و شما نه صورت می گیریم نه صورت می کشیم. صورت هایی که لازم است برای پاسپورت، لازم است برای یگان اراده سفر داری، مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورتی تو نگاه میکنند تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگرد همه پر از صورت است. در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدا زده که در دنیا هستند همونا در خانه ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشون کردین. اونا خود کم کثافت بدن که باز در خانه خود جاشون کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدروید. نگذارین در خانهاتون صورت ها را. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنید. السلام علیکم بابای حاجی، سوالی مرا جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر رو نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم. یک ماه پس برگشتم. این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد ذلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام دی، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همان جوان ها و از همان امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین؟ سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن، درباره رباعیات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این رباعی چنین است: گر باده خوری تو با خیرتمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور ویرد مکن فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این رباعی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافل ها از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما رو یاد میکنه که از برای خداوند شراب هست. وقتی که همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است
وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست میشوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا میکنند، همون شراب می نوشند. این شرابی که آدمها را مست میکند، پلید میکند، افلاس میکند، این شراب نیست. حضرت حافظ میگوید المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست. گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشند، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن، میگد این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینا میدانند، خردمند ها اینا میدانند. برای همین این شراب و این می که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم. اکی مرزا حاجی، ما از ناحیه مومن آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم. کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید. دانید یا ندانید فرق ندارد. همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومن آباد با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشان گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینه نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما را لفظا با دهانتون بخوانید، با زبان خود بخوانید.
و سنتش همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجتخانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتان بغیر پایها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتان پایهاتان را میشورین، تمام شما صاحب هم طهارت هستین هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می، دیگر ایده‌های که هستند اینا ایده‌های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همین فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان یک دو سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست میگفتید؟ با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین خداوند اون نعمت از شما میگیرد. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم میگوید اگر هر نعمتی که من بر شما میدهم، چه از خوردنی باشد، چه از تن صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جا آوردید، خداوند وی را از شما میستاند میگیرد و عذاب خدا بالای شما سخت می شود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد، لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانیم. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین هزار حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشن، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سید علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ راستی بار من با حضور همون حضرت، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی بینهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودن.
لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. اینو پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوار هم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا این قدر وصف و صفت کردن. برای همین سوالش را میخوانیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه نمیره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن همینا تا حال در مینه سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیشون آدم میگذرد در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمی شود، نماز فاسد نمی شود، ویران نمی شود. نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار می شود. کسی با پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم از گناه وزنین بودن این. برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند، یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا. شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بنا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای در خانه و در کجایی که صورت باشد شما از ثواب نماز محروم هستید. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست. خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم. با من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نه. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میست. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه می شود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم
با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خود بپوشانند، گردنهای خود بپوشانند، پایهای خود بپوشانند، یعنی سطح عورت به جا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی، مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد، سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم، گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کاری کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلمه های تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید، پدر و مادر میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیوی دور کی شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر و مادر همان بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشی، باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتب شد دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود. انشاءالله از هر دو جانب وای برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال می‌کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد. و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقا من عین آنیه،
از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارتی وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ذریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخورده‌اند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بوده‌اند. وقتی پیغمبر خدا میگه این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمیکند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. با درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این چهار چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند، البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میاد، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد. سلام داملای محترم، من میخواستم مصرع‌های شعر زیرین رو تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است، ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بهر هر مسلمان مشکل است، 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. و ما فهمانید که این 5 سختی کدام است. بغیر همین 5 کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. همین 5 سختی، این به همین 5 کلمه بسیار نزدیکی می آورد. اگر کدامی در لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کردن میتیم که چی سختی ها دارد. یعنی به همین بنای مسلمانی، 5 بنای مسلمانی است. سوال اخیران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوالی من پره جواب گردانید. من شما را از برای خدا دوست میدارم. سوال من چنین است:
حضرت رسول اکرم میفرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشقوق است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشقوق است. چی معنی دارد؟ یعنی کسی که سحر شراب می نوشد تا بیگاه یا بیگاه می نوشد تا سحر وای مشقوق است، یعنی وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شراب خوری میگذراند. در جای دیگر می فرماید که هر کسی که فرد شرابخور را سلام دهد و با وی مصافحه کند، سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وی را ضایع میکند. خواهشمندم پرره جواب دهید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب می نوشند، تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه میآیم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند، من چیکار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلص شما. سلام راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستند، اگر چنین باز معامله و تمسخرانه به شما رفتار کنن، شما هم میتونید که با آنها تمسخرانه هم معامله کنید. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنن. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله این سوال باز جواب پره میگوییم، برای وقتم انجام یافت. و این جمعه یک برادرمان سنگ غفورزاده داماد مولانا 500 کیلو سیمین برای همین طهارت خانه آوردن. یک برادرمان اینجا عالم جان و سفر علی که خیشای برادر حاجی رجب علی هستند، اینا هم یک میکروفون برای همین مسجد آوردن و خواستن در حق ایشان دعا کنیم خدای مهربان و تمام این برادرایی که خیر احسان کردند و سوالها ارسال کردند همگی را خدا میگد. وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار میتد خودش را با یک تواضع نشان میداد. حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد، گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجود راه نتی، کبر در وجود راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد لا يدخل الجنة، گفتم پیغمبر وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خست، گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش‌های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن. گفت پیغمبر خدا الکبر بطر الحق و غمط الناس، گفتن رواه مسلم.
کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافسالهای زیبا در اسلام هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم میگوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما امتی من وقت پولدار باشید پولها را جاگه نکنین، گفتم پیغمبر، ذخیرش نکنین، بلکه چیکار کنین؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس در بر کنین، بخرین، لباس بهترین بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بنهاد. یک آدم بیچاره هم بخیلی هست که با همون لباسهای چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه میکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسنوا لباسکم، بهترین لباس بپوش، و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها را سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان میشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایق تو نیست منی. تو از یک قطره منی شده ای، لایق تو نیست منی. منی کردن لایق تو نیست، زیرا که تو پیدایش شد از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه‌ای. شاعر میگوید، نظر کن، میگه تو همون جیفه‌ای. جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه‌ای، این حسن و جمالی تو از اوست. باش خاطره او، میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز ازاری و الکبریاء ردایی. عزت از من است. خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته. اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم. تو لایق تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمام حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم. دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سہولت دولت داریم، میلش دستگیر. اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست گیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما. با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است الا اخبرکم باهل النار، آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عتول جواز مستكبر. پیغمبر گفتند
آدم هایی که غلیظ، یعنی گپزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم بے پروایانه بے اهمیتانه گپ میزنند. عتول جواز متکبر، سرکش و متکبرها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصرا در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد یا چارسمه صاحب میشود، در حال در دستها چله و در گردنها گردنبند و بعد دندانها را میبینی که طلا کرد، عائلش میبرد دندانهاش را طلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان طلا، گردنبند طلا، چله طلا، ساعت طلا کلش حرام است، اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود، مرحمت در دستان اندازید. لیکن چله طلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دوچند زیاد گرداند. من 3 سوال دارم. در قیامت از نماز، از سنت ها پرسش است؟ البته پرسش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کنین آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله می درآید، غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کنی نظر کنین از نافله چیزی دارد. وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، نمازهای 5 وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنه. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است. او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخوانه. 8 سالی در گوش ما میرسد که فلانی سنت نخواندند، اونا در شما تماما پیرو هم نشینید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی سر یا ناخن گرفتن ممکن است یا نه؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سر دسترخوان همراه فرزندات نشینی، یا شرایط شستن هست و بے پروایی کرده باشی. نه، وقتی مثال حمام که در آمدی، پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، میتوانی اول سر میتراشی، ریش میتراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدا آبازی تک کردی، درست است، یگان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انیقتر و پره جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیثای پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد. در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست، از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتاب‌های تعلیم گرفته رفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف و نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدیش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد بهترین امت هستین،
زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستید، برای امر معروف و نهی از منکرتان. السلام علیکم حضرت داملا، خدا شما را نگاه دارد. خدا شما را از همه تهمت ها و آفت ها و بیماری ها و حسد خوران نگه دارد. یک سوال دارم، با پای افضال نماز جنازه خواندن درست است یا نه؟ با پای افضال نماز جنازه را خواندن درست یا نه؟ یک فتوا است به نام بحر الرقایق. در همین فتوای بحر الرقایق برای با پای افضال نماز جنازه خواندن دو شرط است میگه. یکم شرطش همین است که جایی که شما می ایستین همونجا پاکیزه باشد و دویم شرطش همین است که پای افضال شما تازه باشد. این صورت می توانید نگید که با پای افضال نماز جنازه را خوانید، پای افضالتان تازه باشد و جای نمازتان تازه باشد. این صورت می توانید که شما پای افضال از پاتان کشیده نماز جنازه را خوانید. باز در همین فتوای بحر الرقایق میگوید که اگر بخواهید که بالای پای افضال نماز خوانید، این صورت پاکیزگی پای افضال ضرور است که پای افضالتان پاکیزه باشد، تازه باشد. اگر پای افضال پاکیزه نباشد و بالای او پا را گذاشتین خواندین، این حالت در نماز شما نماز نمیشود میگد، زیرا همون پای افضال شما حکم جای نماز دارد. این را فتوای همون بحر الرقایق میگوید. در نمازهای جنازه یک عمل دیگر از ما و شما صادر می شود. هر تکبیر ده بالا طرف آسمان نگاه میکنیم. این عمل برای ما و شما درست نیست. وقتی تکبیر گفته می شود نگاه میکنی، همه مردم به سوی آسمان نگاه میکنند. این خودش مکروه است، این خودش غیر عمل سنتی است. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، خانواده ما کسیته های شما را گوش میکنند. زن با لباس بی نماز طهارت کند، آمده لباس با نماز را پوشیده نماز خواند، طهارتش مکروه است. مادر من دردمند است، از شما دعا کردند، دعا طلب کردند. یعنی با لباس بی نماز اگر طهارت هم که کند، طهارتش جایز است، طهارتش درست می شود. لیکن با لباس بی نماز نماز خواندن جایز نمی شود. آمده و لباس وقتی عوض میکند و باز نماز میخواند، در طهارت او هیچ نقص و نقصانی نیست. لیکن بهتر و خوبترش همین است که وقتی که اراده عبادت میکنین، خود طهارت هم عبادت است. خود طهارت خودش یک نوع عبادت است. برای همین میتوانین که با همون طهارت رفتن هم با همون لباس های تازه نمازی اگر رفته طهارت کنین، این بهتر و این افضل تر است. و الا اگر با همون بی نمازیش هم که اگر طهارت کند، طهارتش درست می شود. خداوند اون مادری که شفا طلب کردن، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من از شما خواهش و یک دعا در حق گناه های من کنید که خداوند گناه مرا ببخشد، زیرا شما عالم هستید. دعای شما در حال قبول می شود. من از پروردگار گناه خود را مغفرت کردن می خواهم، دیگر هیچ چیز طلب ندارم. خوش به حال این برادری که از گناه کردن می ترسد و می داند که آثار گناه در قیامت برای این خیلی مشکلی پیدا می کند. البته هر یک بدبختی که ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت از بحر ما و شما می شود، همش سبب گناه است. یک حدیث پیغمبر است که این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فاذا تاب سقل منها واذا زاد زادت. پیغمبر گفتن هر وقتایی که بنده مؤمن گناه میکند، مثال شما یک گناه میکنید خلاف قرآن، خلاف حدیث پیغمبر خدا کار کردین، پیغمبر خدا گفت یک نکته سیاه بالای دل شما گذاشته میشود. اگر وقتی که در حال پشیمان شدین توبه کردین، سقل منها، پیغمبر گفتن در حال باز همون نکته شکیده می شود. و اذا زاده، لیکن باز گناه کردی و ناترسیده باز گناه کردی، زادت، باز اون نکته ها زیاد می شود. یعنی وقتی نکته که زیاد شد، نکته زیاد شد، دل که سیاه شد، دیگر آدم بدبخت می شود.
ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر خدا گفتند دورترین مردم از خدا کسی است که دل سیاه داشته باشد. خداوند گناههای این بنده که طلب مغفرت کردن خدایا مغفرتش بگردان و صاف و مجلا پروردگار مهربان سفر کردنی به سوی خودت را نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. حاجی مرزا، آیا می تواند در حالت بیماری مرد زن زیر ناف او را تراشد؟ یعنی اگر مرد بیمار باشد، برادر سوال کرده است آیا می تواند که زن او زیر ناف او را تراشد؟ در حالت صحتی هم که اگر تراشد زلالی ندارد، چه در حالت بیماری چه در حالت صحتی، این حساب یک وظیفه زنک است، این چه یگان جای زلالش نیست. اگر کند خوش به حالش، اگر گپی مرد قبول کند، مرد به او فرمایش کند که زیر ناف مرا تازه کن، مثال قدرت ندارم قوت ندارم، و همان زن میگیرد مثال همان چیزی تازه کننده رو تازه میکند، خوش به حال همان زن که این عمل اجرا میکند. زیرا این یکی از وظیفه های زن است، بغیر زن دیگر هیچ کس جایز نمیشود وقتی اگر زن در خانه باشد. دورهای پیغمبر خدا بود میگد یک اعرابی آمدن، این در باب معجزات پیغمبر میگذرد. یک اعرابی آمدن، یک بادیه نشین، یک صحرا نشین. گفتم پیغمبر خدا تو هستی؟ گفتم بله من هستم. گفتن من میخواهم به تو ایمان بیارم، لکن فقط یک معجزه تو را میخواهم که به چشم بینم. معجزه گفته یک عملی را پیغمبر انجام میدهد که امتهای او از کردن او عاجز هستند، هر آدم وای نمیتواند کردن. گفتن چی معجزه میخواهی؟ گفت همان درختی که رو پروی ما هست همونا گفت دعوت کن نزد تو بیاید و نزد تو تعظیم کند، به تو سلام دهد، باز رفته در همان جا و مکان خود جایگیر شود. یک درخت کلان با ریشه های مستحکم در زمین سخت کردگی. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند میلش گفتند رو با همان درخت سلام بگو و بگو پیغمبر خدا ترا دعوت دارد که به نزد من بیا. وقتی این بادیه نشین میگه این صحرا نشین نزد درخت رفت، با درخت سلام داد و گفت پیغمبر خدا ترا فیراد دارد، میگوید همین درخت در یک حرکت در آمدن. ریشه ها میگه قبد ریشه ها کنده میشید و مثل آدم میگه قدم زنان میگه نزد پیغمبر خدا آمدن و سلام دادن به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا را احترامانه تعظیم کردند و رسول اکرم گفتند برگرد و در جای خود داخل شو. میگوید این درخت حتی پشت به پیغمبر نگردانید، باز به همان روی خود رفته میگه در داخل همان جای مکان خود میگه جایگیر شد. این اعرابی این بادیه نشین میگه وقتی این حالت دید پیغمبر خدا را گفت اجازت نمیدهی که من ترا تعظیم کنم؟ چگونه ای که پادشاهای پیش از اسلام همان نوکرا و همان خدمتگارهاش در پیش پای همون پادشاه میغلطیدن، سجده میکردن. گفت اجازت نمیدهی پیغمبر که پیش پای تو من غلطیده و ایمان بیارم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو كنت آمرا احدا بذلك لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. پیغمبر خدا چی گفتند؟ اگر گفتند برادر عزیز، گفتند فرزند عزیز، آدم را اگر سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم از جهت بزرگی شوهر این که زنها شوهرها را تعظیم کنند. اگر سجده کردن آدم درست میشد، این طایفه زنها را من امر میکردم که مردها را سجده کنند تعظیما لحقه، زیرا اینها عظمت و بزرگی زیاد در نزد خدا دارند. لیکن میدانم که یک دردی خیلی دردی که
زنها قرار ندارند، برای که زنهای ما و شما از قرآن و حدیث دور شدند. اگر زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد، هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدرآمد، یعنی مرد بودن، همونا مثل ما و شما بودن، یگان اعضای زیادی نداشتن. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کاری آسان نبود. این هیزم‌های فراوان و این گاز و این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، وای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدروریم. این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم، یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستند که اهل سنت و الجماعه هستند. و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی‌اند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود، محمد ابن ادریس، ابن عثمان، ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گپ میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن، من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدند. امام شافعی شب میگد در یک طبق نان خوردند و بعد میگد شب تمام شدند. وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردند، مهمانداری کردند و بعد گسیل کردند. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟
گفتن آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر گفت اینقدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی، امشب من 3 کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد. دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورند. اینا دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخواند. من آب مانده بودم برای طهارت، لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخواندند. سیوم گفت پدر وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم، امام شافعی بی طهارت نماز خواندند. این لایق گفت به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت ماندند و میگد رفتن نزد امام شافعی، پرسان کردند. امام گفتند این 3 چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنه که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد، من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم. و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدم سخی هستین. دویم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب، وقتی که خواب کردم، 1 آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم، از داخل همین 1 آیت قرآن 72 مسئله را گفتم پیدا کردم. با این گفت بحث مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که سوق شده است. با 72 مسئله که از 1 آیت قرآن من اخذ کردم برآوردم، با اینها وابسته شدم، نگاه کردم که الکی سوق شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود. من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان، ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که این یگان سند داره، همین درسته؟ یعنی با یک پیسخنده، با یک طریق مسخره که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخواند، تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است، برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. داملای عزیز التماس این شعر مرا گویید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ درونش را کشاید سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتن که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ یعنی 3 مرحله حیات داری.
وقتی این تو با سستی و با غافلی و با بی‌پروایی میگذاری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام دامالله حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید. سر لیچ نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم. برای همین عبارات مختصر هم هست. و حسر رأسه الا تذللا، یعنی سر لیچ نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تذللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک یعنی بگیم خاکسارانه یک خشوع اگر سر لیچ هم که نماز بخواند نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر میتیم با همراهی صحبت میکنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفز ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخوانین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخوانین 27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. سفار روز کنید. السلام علیکم بابای داملا، سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است اگر در مساجد دهه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریق تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون. وقتی تو شرم کنی که اذان میدی، نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد، چی در دهه باشد چی در شهر باشد، از آن گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود، همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود، اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همی برادر کسی باشد، حق نداری تو اذان دی. اذان احتیاج به تو هم ندارد.
احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذنا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترام بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همان قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب داره، تو قضایات بخوان، در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمانید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ماها مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمان بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد وای مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است. من صحابه های پیغمبر را دریافت کردم، مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند. میگوید همش یک طایفه هستند، همش یگان فرق در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچه‌گردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم. در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نکم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت 15 منوت ایستید، بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد، 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشود. و این سوال سنگچه‌گردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچه‌گردانی چیزی آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود.
داملای بخارایی بودن، استاد ما هم بودن. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس فری میشد. برای بیمار بودن، در جایگاه خواب بودن. همون کس میگو بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید بس. حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی را از عهدهش نمیبرایند. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه هم مرددار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید او روز صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم. یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند؟ 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید. مادام گوش نمیکنید 5 کس نیست 10 کس خانتان را مهمان کنید، 10 کس نیست 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سرکرده در باب همین خراجات های بی معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همینجا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف های زیاد. این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است. قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستند، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. بهنیایت بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیارین، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای مولا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشالله در این کار شما ثواب میگیرین. لیکن نفاریتان اختیارتان 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام می‌یابد. در دست یک خیلش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان بخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان همون الم نشرح را میدونن. همه رو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها دست سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از که شوربا می آید. تیستر همین سنگچه را پرتاف تیستر بود شود، تیستر همین شوربا را خورید خیلی می شود مرده بدست آخی. اینا هیچی معنی ندارن، نیست نه در قرآن است نه در احادیث های پیغمبر خداست. میتونین همون یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند، اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهش را پیش ما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعضی کتاب ها، بعضی سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم، خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟
دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهبها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش روش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره‌های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمانها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چهاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمیشد. هر اختلافی که پیدا میشد پیغمبر خدا در حال او را حل میکرد. هر اختلافی که پیدا میشد این چهاریار حل میکرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این چهار یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادند. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریموف عبدالله، قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ضلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادند. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. و هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردند خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوالی من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها برآید. سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد
و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبتی بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند؟ البته جوابش به شما میگردانیم. السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردن. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز 7 ختنه کرده شود. در روز 7 ختنه کرده شود. در روز 7 تولد همین فرزند نام گذاشته شود. در روز 7 همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد. و در روز همین 7 باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز 7 تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در 7 نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادند که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آنچه که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد.
که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل ده خبر داد که از بعد من پیغمبری می آید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگد چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. این امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده، برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشون هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتون. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مردخانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی و نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مردخانه پرسین که چیکار کردین در همون مردخانه؟ بجز در داخل همون مردخانه به غیبت، بغیر همون چکچکی که بین یکدیگر میکنن، باور کنید در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن. اینا فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است، لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم، لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریالی میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر میگوید با همون ناخنهای درازی میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند،
در دنیا اخبار میچیندند، اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنند؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشیند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنند. او چی است که دستی او را بوسه میکنید؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن را زیارت میکنید. این حرام است. السلام علیکم داملای مهربان. از این سوال من آزرده نشوید، زیرا که این مسئله ها باعث شبهه در دل انسان قرار میگیرد. با احترام، مخلص شما از واسه. خداوند در کدام مکان و مقام جای دارد؟ بعضی ها میگویند که او در عرش است. التماس به ما فهمانید. مکان خداوند در کجاست؟ میگردیم به تاریخ حضرت امام ابو حنیفه. حضرت میگوید بار خواب دیدم یک خوگ میخواهد که بدن خود را در پوست یک درخت، در تن یک درخت مالد، لکن شاخچه های همون نوده های همون درخت این خوگ را چنان زدند که از پیش درخت دور شد. در خواب دید میگه حضرت امام. وقتی میگوید بیدار شدم، نزد استاد خود حضرت حماد آمدم، بینی ابو سلیمان. نگاه کردم که استادم خیلی غمگین است، حالتش ناخوب است. با دل گذرانیدم که چی مصیبت بالای استادم آمدگی هست. از او پرسان کردم چرا حالتی ناخوب داری؟ گو الحال گفت نزد پادشاه گفت یک گروه از بی خداها جمع شدند و با پادشاه میگویند که این طبیعتی که در دنیاست، این از ماده به دنیا آمده است، این خدا نه آفریده است. و در دلیل های زیاد داریم. کدام عالمی که داری مرحمت با او عالم ما بحث میکنیم. حماد میگوید که این پادشاه مرا اختیار کرد. اما خدای داریم که وی با چشم نمیبینیم، خدای داریم که به دست وی قپیده نمیتوانیم. برای این انسانهایی که خدا ندارند با اینها چگونه من اثبات کنم؟ اینا چیزی را میبینن باور میکنن، چیزی را نبینن باور نمیکنن. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن است جوابش که جوابش ندهی. در آن کسی که قرآن دلیل میاری، حدیث دلیل میاری، وقتی باور نمیکند جواب او انسان خاموشی است، خلاص. ابو حنیفه میگوید در حال من تعبیر کردم که این خواب من با همین برآمد. یعنی این خوگه که من در خواب دیدم همون رئیسی بی خداهاست که نزد پادشاه وجود دارد و این درختی که این خوگ خواست خود را در تن این درخت مالد، این درخت استاد من حماد است و آن نوده هایی که این خوگ را زد این شاگرد او ابو حنیفه است. گفتن حضرت غمگین نشو، من با اونها بحث میکنم. اگر من بحث کردم و غالب آمدم میگویند خدا بر استاد این رحمت کند و اگر مغلوب شوم میگویند که یک شاگرد خردککی بود و در دل مردم هیچ دلگی پیدا نمی شود، زیرا من کودک هستم و اگر شما مغلوب شوید این یک مصیبت در شهر کوفه می شود. حضرت برای ما یک دعای ده، ما با این بی خداها بحث میکنم.
وقتی نزد این ملحدین رفت، یعنی آدم هایی که در نبودن خدا عقیده داشتن، این سوال اونجا پیدا شد. سوال کردن، 10 سوال دادن حضرت امام. گفتن همون خدایی که تو پرستیش میکنی در کجاست؟ حضرت گفتن این مکان ندارد، خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. گفتن برای ما یک مثال بیار. حضرت امام مثال آوردن. گفتن در یک ظرف اگر شیر باشد، شما به من خبر دهید که آیا در ترکیب شیر روغن هست؟ گفتم بله روغن هست. این مسکه‌ای که ما و شما میگوییم. گفت آیا در کدام نقطه همین ظرف همان روغن وجود دارد؟ گفتن در تمام جزئیات این شیر روغن وجود دارد. یعنی در تمام ترکیب این شیر روغن هست. گفتن حضرت امام گفتن مادامی که یک روغن در تمام جزئیات شیر که وجود داشته باشد، پس این خدایی که خالق این شیر است و خالق این دنیاست، پس وای در همه جا وجود داشتنش ممکن است. گفت ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. برای آنی که لامکانی خدا، برای خدا یک مکانی خاصه نبودن برای تو اثبات شود، فقط به جان خودت نظر کن. همین جان در کجای بدن هست؟ در همه جای بدن هست. خدا هم در همه گوشه چی هست؟ وجود دارد. از این خاطر باز سوال کردن. سوال چی بود؟ خدا با کدام طرف نگاه دارد؟ حضرت امام گفتند اگر شما در یک خانه تاریک یک شمع را گریان کنید، در گرانید، آیا روشنی همین شمع با کدام طرف میل دارد؟ گفتن با همه خانه. گفتن مادامی که یک شمع قدرت همه جا را روشن کردن داشته باشد، این آسمان زمین این یک پرتو نور الهی است. با همه طرف خدای ما نظر دارد، همه جا را خدای ما میبیند. یعنی این گونه سوال ها حضرت امام جواب دادند. از این خاطر برای خداوند مکانی مخصوصی نیست و خداوند در همه مکان وجود دارد. السلام علیکم ناملای محترم. حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل می شود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین، خوک ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد، قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد و دیگر نمود حشرات هایی که در زیر دریا هست. به قول حضرت امام ابو حنیفه که آیت را دلیل میکنند و یحرم، طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود. این خبائث میگویند. حضرت امام این دلیل کردن و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است. اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وای حرام است، وای را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد و مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است.
و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریمشان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند، مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم دوستان عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبیند و نیت نماز شب را میفهماندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس دوستان عزیز به پررگی جواب بدید. به آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی معنی هست. امروز برای آنه که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه من ان شاء الله همه میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خانه میبینین، سر و صورتتون درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعضی حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موسفید های پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینها از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان را تماشا میکنیم، بدن خودمان را نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتند وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین، با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید، و این خواب ترسناک شما از حسابی وی است، در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم سخنای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردن تان، و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خوابی ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتند و علیهم و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم با کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. شیر اسب حلال است، شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد در پیستان و شیر باشد شیر او را جوشیده گیرین، شیر وای حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است.
و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره را میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دامنای عزیز اینها را به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدند. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، اون چیزی که گفتی همش حقیقت داره. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است. فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر چهار این ائمه اربعه، نزد چهار مذهب، اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است. یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود، حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش سه روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاود، زیرا همون حیوان های هستند همه اونا را خدا برای ما آفریده است. اختهشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما آنها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه هایی که هسته چقدر یک خاصیتی خوبی آورده است که بجای همین تکنیک های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند، جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد، در حال شما میتوانید که شکم او را پاره کنید. البته برای این با متخصصا لازم است. پاره میکنند و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام، آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتم بله، یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتن چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتن حضرت امام گفتن بله، شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتن امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. یعنی مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکند، چهره هاشون ده میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است؟ یعنی جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشد. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارد. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند.
باور کنین همین کسمت که حاضر زمان همش خیمیه هست، چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون است، چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنید، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنید، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعتی 3 و 4 خیز به سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره هست. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. این معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک می شود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر، برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیای انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنند. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یعنی داملا از شما یک هفته آی نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یعنی البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست، وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست.
شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود، با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها میآید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود، این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود، با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب، تسبیح گردانین. از گپی بیهوده در همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن، اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیدتان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن، جایی که حجر الاسود ایستادگی هست، و همون حجر الاسود را گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دستی تو هیچی نمی آید. السلام علیکم بابای داملا، همین سوال ما را با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم، اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا، من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتوین، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشان گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پای یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانه بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشید. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا، بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباست در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است.
در دوره‌های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب‌ها را خواندم، تماشا کردم، اونها هم برای اونها روزی نامبارک روزی چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگه روزی چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است، حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه. کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت ما و شما را این جاهلیت محروم میکنن. نمیگذارد که شاید که من همون روزی چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالان که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. ای بندگان من، خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین. هر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید. شما از اینها نترسین. ماه سفر هم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین. هیچ چی بلا ندارد، هیچ مشقتی ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینا را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما، ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پرره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کسیته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کسیت 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمونید، زیرا پیروی شما هستید. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردونید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من
این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنین، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنین، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاده دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام و آبادی همون فرزندها نمی شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها، اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله‌ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. مراد و مطلوب های همه ما و